بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت، به من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا خوردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیلی ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین، بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران درمونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. و حکایه میکنه هارون رشید پیشش دو کنیزک آوردن برای فروختن. یکیش دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مبانی بچه داشته. خوب پادشاه هر دو دید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو دید، گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خدا دختر گیره، فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. در وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنه من زن گرفتم، حضرت چطور زن گرفتی؟ گفت که یا بیوه گرفتم، رنگین دادر برید. بعد چون دختر نگرفتی؟ آخه دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتیگه، شوخی هم نمیفرش دیگه. اوی حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگیر، فقط مشورت دادستم، اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن درد سری ما شدن. بس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا لیکن بیوه خیر، اینش دختر نغزه لیکن خوشرو نه. که با او بیوه فهمید، گفت که تقصیر آخه بین من و بین این یه شبه. گفت یه شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه. گفت بنابر من گیر گفت کرای گرفتن. که او دخترم او کنیزم دانا بوده، بگو آره تقصیر این راست میگی، گفت بین من و بین و یک شب فرق هست، لیکن با یک شبی است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوش بود. من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به یک دیگر پیمان کنه که زندگی تانا ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن، زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یا دیگر تانه گیره باقی نداره، کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست داره، وقتی خوبیش است. او در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است، یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی، با فکر در دخترها رو ودو بیچاره بعد انی میره موند، اینش خوب نیست. من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره، گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است، و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر منوش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند.
مثلا بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیش ده نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با او طرف شما است و شاید در دست تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی همش همین است، بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خودت هم که برای قناعت میکنه، همش همین است گفته. اما مشورت من برای تمی احتیاط کن، فکر کن و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه، در انتخاب همسر با فریب نخورد. اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد، بینشان الفت و محبت پیدا کنه، یک دیگرشان دوستان و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نه داده کسی شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تای خواه تقایی تای خواه همسایی تای شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچی خوب بودای، طالب علم بودای، نه طالب علم ها تام الله میشن که خونیجگر میشن، تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکننش، از میشد شاید به خاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب. او این مار از کجا که براد کوشش میشه ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاة. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش و یا سنگی دست رو زن، وقتی که کشتی خاطر جمع بشه به حضور درو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن از مار و کژدمه. رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی شده که یک مار یا کژدم پیدا شد، در حالا یکم سنگه یگان جای در تار سری دو تا زنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچی خوب بوده، یگم چند این 16 سوال نوشته، این همین وقتی ما رو تا شب هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم، چون خون که بانواد طهارت میشه کنه با او دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شوه مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی ناز نه درست نیست بچم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست، گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال، این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدن خوب نیست. میچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چون به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است، او هیچ کراهت نداره. که خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. چون همین جایی که قطعی زنت آبازی کنی حمام در آمدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگوی خواندن شر نیست. میچم نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این
اولش که این هیچ که نمیدونه، هم ملا هم درست خواندهش نمیتونه اینا. آخه همین دوری حمام با نیت آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم، همسرم که علاقه جنسی کنم خیزم آبازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیت میشم. کمپیر قصید درا پشتکات وای مالو تو پشتای وای ما در سر تا بریز آمدن گیر. ها بچی خوش رو